گون الله پاکی ناما دروند 28 مراد دروند 28 رنگگال یا هما صفت در زبان فارسی. گالانی که رن چایان یا نون بدون تک بیه یا همزه و یا نون بدون تک بیه آنه باشین رنگال که ای پنویسه گبن یا بلاوه نون این بیشید همزه یه نه این شیگه یک رهبند ده که من شما رو بشم شیم که عمومی ما زبان فارسی همیشه صفت بعد از اسم یه، مثلا کار خوب، بچه خوب، ولی در زبان بلوچی برعکس اول صفت یه پد اسم. مثلا شرین چوک، بچه خوب وقتی معنی کنی اسم ایده یه صفت را ایده، ولی در زبان بلوچی صفت ایدانه اسم ایدانه. حالا ما رهبنده باشین که این کلمه همیانون رنگال میگویند. هرگاه بعد از کلمه همیانون بیاید و خوبی یا بدی آن را بیان کند یا بیان کرد، آن کلمه را رنگال میگویند. هدف از یا شیشیه که ایشی که وقت اضافه بی یا سلی یا وشیه آچیزه بیان کنن، به همین خاطرشان بشن رنگال. دومی رهبند ایشیه که هرگاه آخر کلمه ای حروف باشد، آ او ای یه کوچک بیاید به جای یا نون این همزه یا نون به کار می رود که مثل دانا که بی بلاوه یا نون که بی دانا این رجنا پهل کنی که من ربط و آکر چه کر شروع کنی. شرین، شرین، بده، کهنین، بورین، پونین، سبزی، شرین چوک، بده مرد، کهنین کتاب.